آیا شما باری خود را تنها حس کرده اید؟ به فکرم این بدترین چیزی است که می شود حس کرد. وقتی در یک لحظه می فهمی که کسی در کنارت نیست. پیوندانت تو را درک نمی کنند. آنهایی که در اطرافت هستند تو را آنگونه که هستی قبول نمی کنند. دوستان و رفیقان معمولا تنها گاهی تو را سراغ می کنند که اگر نیاز داشته باشند به این. و تو می نشینی و فکر می کنی که کجا اشتباه کردم، کجا رفتاری نادرست کردم. خود در این مدت زندگی من نتوانسته باشم نفری را پیدا کنم که در همه حالات زندگی کنارم باشد. خود من تو این درجه بد باشم که همه از کنار من می روند. خود در زندگی من تا همین اندازه نفری به اهمیت باشم که کسی به من توجه نمی کند. برای کسی من لازم نیستم. کسی در فکر من نیست. و فکر کردن به این چیزها، چنین خلاصه ها، چنین اندیشه ها حسرت و درد تنهایی را بیشتر می کند. شاید روز آنهایی که ما را رها کردند و رفتند باز برگردند. شاید روز آنهایی که به یک بارگی از زندگی ما رفتند و با رفتنشون به ما درد زیاد آوردند برگردند. ولی آنها شاید روزی برمیگردند که دیگر برای خیلی چیزها دیر است، یا ما دیگر ظرفیت و لایاقتی پذیرفتن آنها را نداریم، و یا دیگر ما در روی دنیا وجود نداریم که آنها بیایند و حسرت و درد و تلخی هایی را که باعث شدند در زندگی ما با وجود آید جبران نمایند. پس زندگی همین حال است، همین فرصت هایی که در اختیار ما است. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز هم دیگر نمانیم.